مردمی در غریبی بودگی بچه‌ای که در شهر مسکو هستند یک دعای خیر کنید، یک دعای خیر کنید که بچه‌ها خواهش کردن که با چی درجه حقیقت بودن این کار اینو فهمیدیم. مقصد یک دعای خیر کنید که خدا برشون بگردونه به طریقه آمین درست بکن بعد بیایم جو پیش پدر مادر شما پیش پدر مادر پیش آمین الله اکبر. اپا جون گریه نکنین شما. اون چیز شیرینک برام بیارم مای مغازین، اون چیز شیرین بیارم موزی، اون چیز شیرین دیلت میخوای، اون چیز شیرینک، اون چیز با مزه چی میخوای دیلت؟ خداوند کرم میکنم که چشم مرا بینا کنه یا کمک کنه چشم مرا بینا کنه. یا پنجای خود با توانایی یک دستگیری کنیم دیل یک مایو با دست آوردن انشالله خداوند در نامه اعمال همه ما و شما ثواب خیر میده. نه کارتای دوشنبه سیتیش 50 58 27 03 40 36 24 32. یک بار تکرار میکنم 50 58 27 03 40 36 24 32. بچه ها خیلی باشد. میگه که نیکوکار در هر زمان مشهور دوران میشود، در نبرد زندگانی مردی میدان میشود. ای عزیزم تا توانی شغل نیکی پیشه کن، نیکی بر اعمال کس شمع فروزان میشود. از جوانی نیکویی کردن به کس میگه زیبنده است، چون به پیری کی رسید گبر هم مسلمان میشود. خواجه دوری پیری هم اندیشه باطل نکرد، بعد به گوشش کی رسید خاطر پریشان میشود. فقط مقصد چیه؟ یک نیکی کردن، یعنی اپا بیناییش برقرار کردن. من همه شما خواهش میکنم. اپا شهرگل یکون گفتنی دارین، یکون گپ دارین. یک دو شما اول یک دو بتین هم بچه‌ای که امسال هستن، همین با مردم ما یک دو بتین. انشالله ما با باوری میگیم که شما یک دستگیری میکنن. انشالله با ما میاییم یک دستگیریشی با ما میایم با یک برگم حساب میکنیم که انشالله اپامونا روشنیش برقرار کردیم، چشموش بیناییش مقصد. یکون دو بته بچه را بچه سفر بدگیره خدا تنساش تو بوده، خدا دلی بیگم تو بوده، خدا ناکامل پی پرس خدا ساتولا و دوتولا تو کنه یا کمک کنه با مرا بریم شما. آمین. آمین. الله اکبر. زنده باشی اپا جون. انشالله میشه اپا جون. فقط صبر، ناامید نشین اپا. فقط همه وقت با طاعت باشین، صبر و دعا باشین. در حقی اول ما با برادر شما آقای عبدالخلیل ما هزاران با رحمت و پدر مادرش میگیم که عمری خچه درای مقصد نگاهبین شما صرف کرگیه. این شوخی نیست. میگه که برادر با برادر شاد باشد، شکوی تازه در اولاد باشد. بازی کم دیده میشوه و الهی را که بخیزن یک مثال اپا یکی مثال که خواهر که فرزندی پدرشه این قمه کنن. من این قمه دادستم مقصد این قشمو را نگاه بین میکنن، اوج میکنن، میفرارن، مثال بیرون میبرن. و انشالله اکا عبدالخلیل شما را در نامه اعمالتان فرد روز قیامت خداوند انشالله که با یک جای نمایان بین. انشالله باید چی که این شوخی نیست اتا گپ چیش این شوخی نیست. مقصد خیلی تشکر میگیم، رحمت میگیم. ما اوج بخلمون مقصد فهمیدیم اپا ما بخلمون فهمیدیم که ای بده در حقیقت هم خیلی معیوب بوده. با یک بارگه با همه مردم مسلمان همه مردم مسلمان میرسونم خواهش میکنم احترامانه یک دستگیری اختنا برای ما پام کنین. بخاطر که همین روشوی چشموش اپیرا جراحی کنم باید مقصد کمی هم باشد یک خود به توانی یک یاردم یک دستگیری نمره کارتشون هسته. خواهش میکنم شما سلامت باشن. همه سفرها را خداوند سفر بی خطر بوده. همه مردم مسلمانی که در غریبی هستند خداوند بسری بلند پروردگار دیگه ابونشون باشن، بقیه زن فرزند پدر مادرشون برگردن. وقتی همه مردم را در پناه اسمت خودش نگه بدن. آمین الله اکبر. اپا جان سلامت باش، زیق نشه. همه وقت با دعا باش. انشالله ما در فکر شما هستیم.